سلام به همه شما خانواده‌های عزیز. من دانیال روبخش هستم، 11 ساله از مشهد، با شماره تلفن 0915 509 35 86. بریم عرضم به خدمتتون. بابای خانواده روز 3-4 بسته سیگار میکشه. مادر خانواده با میترا جوینو دور هم جمع میشدن، دود قلیون حلقه‌ای میدادن بیرون سرگرم شدن. دایی خانواده کلاسش بالا بوده، پیم میکشیده. اون وقت خانمو تو کار سکام حرف زد. بعد میگن چی شد؟ بچه خانواده اون معتاد شد. بعد این خبر حالا کی بره به پدر بزرگ بده؟ اون یوم چپخ کشیده. الان قلبوریش خیلی خوب نیست، خبره من نمیشه داشت. الان در سفرهای نوروزی وسایل مورد نیاز عبارتند از مسواک مرغوب، زیر شلواری راحت و یک وصیت‌نامه کامل. یعنی شما از عوارضی که رد میشی دیگه یا رفتی که کشته بشی یا بکشی. یه دم تو رخت خوابشون حال نمی‌کنن، پشت فرمون میخوابن. یه دم آدمای متفاوتی هستن، از لاین روبرو میان تو شکم. یه دم جاه طلبن، با 180 تا سرعت از روز رد میشن. جاده ها هم که همه پیچ با پیچ، اتومبیل ها هم که خدا رو شکر همه پراید. یعنی عید به عید چند هزار نفر جمع میشیم دور هم میمیریم. روحمون شاد، یادمون گرون. کلام آخر بیاره میگه کتاب بخون، میگه گرونه. میگم خب بیا من به کتاب مجانی میدم. میگه کتاب میخونم نوشتهاش ریزش هم درد میگیره. بیا اینم ذره‌بین مخصوص کتابخوانی. میگه کتاب که میخونم خوابم میگیره. بیا کتاب صوتی گوش کن. این کتاب صوتی گوش میکنم میترسم. من فکر کنم یه نفر از اونجای پنجره داره من نگاه میکنه. خب خبرت برو تو اون اتاق که پنجره نداره گوش کن. تو اون اتاقی که پنجره نداره پلکم میپره. خب من میشنم رو اون پلک بی صحابت، تو فقط گوش کن. یه لبخند حکیمانه یارو میزنه، میگه آقا ما که دیگه چرا باید کتاب بخونیم؟ زندگی ما خودش کتاب کلا. دست گلمون درد نکنه. شاد باشید. یا